اشرف غنی احمدزی گفته که ما پول افغانستان دوزی نکردیم و از سازمان ملل متحد خواسته که تمام دارایی‌هاش بررسی کنند. ما میخوایم بهش بگوییم که جناب اشرف غنی احمدزی، ای کاش پول افغانستان دوزی میکردی، کاش زمرد پنشیر دوزی میکردی، لاجورد بدخشانه مثل لوگره، طلای باختره با خود دوزی میکردی و میبردی. اما لعنتی تو خود آبروی افغانستان دوزی کردی، تو خود تاریخ افغانستان بردی، ترقی، پیشرفت، تحصیل، همه چیز مردم افغانستان با خودت گرفتی و رفتی، حتی لبخند مردم ازش دوزی کردی. نکدی؟ تو که دوزی نکدی، پس غیرت افغانیت کجا شد که تاریخ 5000 ساله افغانستان در سر چارایی آریانا لیلام کدی و خودت فرار کدی و رفتی؟ فیض حمید با 50,000 بیسواد پنجابیش آمد و تاریخ افغانستان تاراج کرد. نکرد؟ بعد از فرار تو نه هویت داریم، نه هویت، نه هنر، نه هنرمند، نه نان، نه کار، نه خبرنگار، نه روزگار، نه لبخند. کاش که پول دوزی میکردی، کاش که پول با خود میبردی، اما تو آبروی افغانستان با خود بردی. نبردی.